وردپرس محبوب ترین CMS دنیاه به علت اینکه هم رایگانه و هم متن‌بازه و همچنین قالب‌ها و افزون‌های زیادی داره که میشه حتی بدون یک خط کدنویسی یه سایت خیلی قدرتمند رو ساخت. و تو این ویدیو قراره یاد بگیریم چجوری وردپرس رو روی لوکال هاست نصب کنیم که بدون هیچ هزینه‌ای بتونیم قالب‌ها و افزونه‌های مورد نیازمون رو تست کنیم. قبل از هر چیزی باید وردپرس رو نصب کنیم. پس get wordpress رو سرچ میکنیم و روی اول نتیجه کلیک میکنیم و بعد از اون روی دانلود وردپرس کلیک میکنیم. ولی ما هنوز نمیدونیم که این فایلی که دانلود کردیم و کجا بذاریم که بعد از اینکه لوکال هاست رو صدا زدیم بتونیم از وردپرس استفاده کنیم. اگر از زمپ استفاده میکنید زمپ رو باز کنید و آپاچی و MySQL رو فعال کنید. ولی اگر از ومپ استفاده میکنید وقتی بازش میکنید خودش خود به خود فعال میشه. ولی ما هنوز نمیدونیم که این فایل وردپرس رو کجای لوکال هاستمون برقرار بدیم. اگر از زمپ استفاده میکنید باید وارد زمپ بشید اشیداس که و اینجا فایل وردپرس رو قرار بدید. ولی اگر از ومپ استفاده میکنید و وارد ومپ 64 بشید www و اینجا اکسترکش کنید. من همینجا اکسترکش میکنم. وقتی ما یه سایت رو میسازیم باید یه جایی رو برای ذخیره کردن اطلاعات سایتمون داشته باشیم که برای این کار باید یه پایگاه داده جدید ایجاد کنیم. به علت همین وارد لوکال هاست میشیم برای ومپ و برای زمپ هم با وارد لوکال هاست /phpMyAdmin/index.php بشیم. از اینجا وارد phpMyAdmin میشیم. توی این مرحله از ما یوزرنیم پسورد میخواد. معمولا یوزرنیممون روته و پسوردی هم نداره و بعد از اون روی نو کلیک میکنیم و هر پسوردی رو بخوایم میتونیم انتخاب کنیم. و خب باید بدونیم که چجوری وردپرس رو راه اندازی کنیم. وقتی ما میخوایم وردپرس رو راه اندازی کنیم یه مرحله معروف هست به اسم مرحله نصب 5 دقیقه‌ای وردپرس. برای اینکه وارد این مرحله بشیم باید بعد از اینکه فایلمون رو اکسترکت کردیم بعد وارد لوکال هاست بشیم اسم اون پوشه‌ای که واسه وردپرسمون انتخاب کردیم. از ما اسم دیتابیس، یوزرنیم دیتابیس، پسورد دیتابیس از ما اینا رو میخواد. اسم دیتابیسمون که WP3 بود، یوزرنیمش هم روت بود و گفتم پسوردی هم نداره و روی سابمیت کلیک میکنیم. و وارد نصب 5 دقیقه وردپرس شدیم. اسممون رو انتخاب میکنیم، یوزرنیممون رو انتخاب میکنیم، پسوردمون هم انتخاب میکنیم و اگه پسوردمون ضعیفه این تیک رو باید فعال کنیم و بعد از اون بهش ایمیل میدیم. بعد از اون به ما میگه یوزرنیمی که انتخاب کردید اینو، پسوردی هم که انتخاب کردید و بعد از اون میتونیم وارد بشیم. و بعد از اینکه وارد شدیم برای اینکه بخوایم زبون وردپرسمون رو تغییر بدیم وارد settings میشیم، بخش جنرال و از بخش language اون رو به فارسی تغییر میدیم.
و بعد از اون روی Save Changes کلیک میکنیم.